مقامات تاجیکستان شخصیت یا هویت 4 کودک تاجیک را در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها را به وطن باز پس آرند. چهره 3 تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشا تودی نمایش داده شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ینور بر رادیو آزادی گفتند عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام الدین اصلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پیگرد قرار دارد. در نوار تلویزیونی رشا تودی چهره عایشه، عبدالله و فاطمه نمایش داده می شود ولی عکس محمد 3 ساله در آنجا نشر نشده است. عایشه اصلانوف در گزارش تلویزیونی رشا تودی گفت نمیداند پدر و مادرش در کجاست. او در این نوار میگوید اول آنها در موصل بودند، بعد جنگ آغاز شد و به تل افر رفتند. تا حال سرنوشت والدان عایشه و خواهر و دادرانش معلوم نیست. گلبهار اصلانوف خواهر الهام الدین روز 12 ینور در صحبت بر رادیو آزادی گفت عکس فرزندان برادرش را در اینترنت دید و شناخت. عادی همیش ما اگر شناسید خشت براتون اینترنت به در جگون رسمای توپ میشناسید پرایوی شناختیم. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ینور گفت پیوندان این کودکان را پیدا کردند و حالا تلاش دارند تا آنها را به وطن برگردانند. البته که فرزندان اینا گناه ندارند و حکومت جمهوری در سیمای وزارت کارهای داخلی و وزارت کارهای خارجی تلاش دارند که این فرزندان را به وطن برگردانند. از سال 2013 دهها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه تحت نظارت داعش در عراق و سوریه فرزندان جنگیان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. طبق اطلاع سازمان‌های مددرسان 31 خانواده تاجیک در اردوگاه برای پناهندگان نگهداری می‌شوند. اما بار اول است که شخصیت 4 کودک از تاجیکستان در عراق دقیق می شود.